ادامه است دوستان عزیز نبرد پهلوانان جهان در وزن تا 90 کیلو. ما از رقابت پهلوانان تاجیک است روز سیوم برای شما دوستان عزیز از در مجموع از گرند اسلم روز سیوم پیشکش می‌گردونیم. اینجا پهلوان تاجیک اکنون رقابت را شروع کرد. یکی از پهلوانانی که بار اول در چنین است سیرات الله اکرامов پهلوان از جمهوری تاجیکستان با دولت بابانов کشتین میگیرد. معلوم است که در اینجا برای هیئت برای اکرامov کار مشکل است. اکنون دوستان عزیز نبرد پهلوانان شروع گردید و حالا اکرامov نیز برای رقیب را سمت دیگر پرتافتن کوشش را دارد. به هر حال نابسته از اونه که او گشتین میگیرد خیلی هم گشتین خوب را باید نشان دهد. دولت بابانov پهلوانی ازبک در دیدار اول ورزشکاری ما را استقبال کرد. در وزن تا 90 کیلو بجز از کامرانشاه این پهلوانی تاجیک نیست گشتین میگیرد. حالا حدود 1 دقیقه زیادتر گشتین رفته است و هیچ نتیجه را نمیبینیم. حالا دست و گریبان یکدیگر میدارند در اینجا پهلوانان. امروز 4 پهلوان جمهوری تاجیکستان شکر هم است. شکر میرمحمدov در وزن جمعی 100 کیلو گشتین خواهد گرفت. ما منتظر میشویم که شکر هم برایت. حالا برای پهلوانی ما اولین شیدا را نشان میدهد داور مرکز. اما تا جای من میدونم پهلوانی ما قدر بد نیست. گشتین ادامه دارد دوستان عزیز. اوه در اینجا بابانov دولت میخواهد که امتیاز به دست دارد و پهلوان ما را سمت دیگر پرتاید. برای سیرات الله اکرامov یک بار برآمد کردم در چنین مسابقه هایی که قبلا من گفتم. حق نظرov که هرچند در مسابقه های داخلی بسیار هم معروف و خوب گشتین میگیرد اما در مسابقه های سطح جهانی برآمدن کمی کاری مشکل است. یک بار با گرند اسلم راه یافتن این از زینه پایان به زینه بالا برآمدن است. هرچند که حالا من هنر اکرامov را بد نمیگویم، خوب است. نابسته از آنه که بار اول گشتین میگیرد در برابر رقیب پرزورش هنرش را هم نشان میدهد. حالا ببینید یک بار در 4 ترتمی پهلوانان زیر 90 کیلو گشتین میگیرند. دیوسلدورف است دوستان عزیز نفرانی که ما را تماشا دارند. بابانov دولت پهلوان ازبک حالا منتظر است. اوه خوب استیم. اوه آن اکنون اینجا دولت بابانov پهلوان ما رو بسیار هم از فضای بلند با زمین آورد و این 100% امکان است.